قدیمی‌ها میگفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست. الان هم از نظر پزشکی این موضوع کاملا تایید شده. یکی این که 1 دقیقه خنده معادل با 10 دقیقه دویدن روی تردمیله. متوجه شدی؟ 1 دقیقه خنده معادل 10 دقیقه دویدن روی تردمیله. دوم این که خنده باعث باز شدن رگ‌های خونی میشه و از سکته جلوگیری میکنه. خنده باعث گردش خون میشه، باعث تحرک ماهیچه‌های صورت میشه و باعث سرخ شدن گونه ها میشه و باعث زیباتر شدن چهره میشه. خنده فشار خون بالا رو کاهش میده و فشار خون رو تنظیم میکنه. از مزایای خنده هر چیزی بگم کمه، ولی یه نکته خیلی مهمش اینه که خنده باعث کاهش استرس میشه. استرسی که الان از نظر پزشکی اثبات شده عامل تمام بیماری ها هست. بیماری هایی که حتی فکرش هم نمی کنیم، مثل سرطان، مثل دیسک کمر، مثل تورم مفاصل و خیلی از بیماری ها. حتی بیماری های ژنتیکی و موروثی هم این استرسه که باعث فعال شدن اون ژن معیوب میشه. بنابراین با 15 دقیقه خنده که از نظر پزشکی و علمی اثبات شده 15 دقیقه خندیدن در طول روز باعث یک پیشگیری از بیماری میشه. پس اگر سالم هستید با خندیدن، با برنامه 15 دقیقه خندیدن در طول روز که میتونه تقسیم بشه در طول روزا، حتما 15 دقیقه لازم نیست پشت سر هم باشه و پیشگیری بشه از بیماری. اگر هم درگیر بیماری هستید میتونید کمک به درمانتون کنید. چند تا نکته هم در رابطه با خنده بگم. یکی این که خنده باید با هم باشه، نه به هم باشه. توجه داشته باشید اگر قراره توی جمعی موضوعی رو مطرح کنیم که باعث خندیدن بشه و میخوایم از این موهبت خندیدن برای سلامت جسممون و روانمون استفاده کنیم و باعث شادیمون بشه، حواسمون باشه که باعث دلخوری، ناراحتی و خجالت زدگی فرد دیگه‌ای در اون جمع نباشیم. پس حواسمون به این نکته باشه. دومین نکته مهم اینه که میتونیم تنهایی هم بخندیم. همیشه شرایط با هم بودن و خندیدن با هم شاید امکان پذیر نباشه. بنابراین میتونیم در طول روز با کارهایی مثل دیدن فیلم ها و کلیپ های خنده دار، یادآوری خنده دار، خاطرات خنده دار گذشته یا موضوع های خنده دار واسه خندیدن خودمون بشیم. یا بریم جلو آینه، نهایتش این که شکلک در بیاریم، به خودمون لبخند بزنیم و چند دقیقه بخندیم. یکی از کارهایی که ما به طور معمول صبحا انجام میدیم وقتی بیدار میشیم، اولین کاری که میکنیم میریم سرویس بهداشتی دست و صورتمون رو میشوریم. چقدر خوبه که همون اول صبح 1 دقیقه جلو آینه به خودمون لبخند بزنیم، بخندیم و به خودمون محبت کنیم، به دید محبت به خودمون نگاه کنیم. اون 1 دقیقه خنده اول صبح باعث میشه که کل روز ما تغییر کنه و روز خوبی رو بتونیم بسازیم. نکته خیلی خیلی مهم دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که ادای خنده در آوردن، تظاهر کردن به خندیدن و وانمود کردن به خنده و خنده واقعی، مغز هیچ تشخیصی بین این هیچ کدوم از اینها نمیده. یعنی وقتی هم که ما موضوع واقعا خنده‌داری رو نداریم که واقعا بخوایم بخندیم به اون موضوع، وانمود کردن به خنده، تظاهر کردن به خنده و ادای خنده در آوردن همون تأثیر مثبت خنده رو روی جسم و روان ما میذاره. پس خواهش میکنم که روزی 15 دقیقه خنده رو توی برنامه روزانه‌تون داشته باشید.